در این کشتی غله را بار میکنند که باید به افغانستان برده شود. چون این کشتی ها از 1 آگوست هر هفته به بندر ادس وارد می شوند. آن در دوره تشبوسی غله بحر سیاه راه اندازی گشته است که صادرات غله‌دانه اوکراین را دوباره به جهان آغاز کرده است. جنگ روسیه با اوکراین صادرات محصولات مهم از قبیل غله، غذا و نوری‌های مینرالی را کاهش داد که باعث بالا رفتن نرخ در جهان گشت. از همه چیز مهم برای ما این است که حجم صادرات را بیشتر کنیم. ماه آگوست خیلی نتیجه خوشبین کننده داشت. ما صادرات را نزدیک به 5 میلیون رساندیم. این نتیجه را پیش از جنگ داشتیم. امیدواریم که به این ترتیب پیش می رویم. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکننده غله در جهان است. این کشور همه ساله به بازار جهانی نزدیک به 45 میلیون تن غله می‌فرستد. صادرات غله روز 22 ایول پس از سازش اوکراین و روسیه با میانروی سازمان ملل و ترکیه دوباره برقرار گشت. این سازش امکان می‌دهد که محصولات صادراتی از بندرهای اوکراین به بحر سیاه به خطر عبور کنند. مقامات اوکراین میگویند سازش برای رشد کشاورزی اوکراین کمک میکند. بیشتری اهالی جهان از کمبود غذا رنج میکشند. اگر اروپایی ها این را در بالاروی نرخ‌ها احساس کنند، در کشورهای فقیر مردم عموماً چیزی برای خوردن ندارند. بازگشت اوکراین به بازار کشاورزی نشانه آن است که اکنون ما کنار آنهاییم و میتوانیم که میلیون ها تن گندم را صادرات کنیم. کارشناسان میگویند صادرات غله از اوکراین برای به اعتدال آوردن نرخ مواد غذایی در سراسر جهان مساعدت خواهد کرد. فرمانده این کشتی میگوید جنگ به تجارت بحری هم تأثیر کلان رساند. این جنگ به همه تأثیر رساند. هیچ کس دیدن این جنگ را دوست نمی‌دارد. ما می‌خواهیم که همه جا صلح باشد. سردار کارخانه بزرگ کشاورزی اوکراین اظهار امیدواری کرد که بندرهای صادرات غله مثل قبل کار خواهند کرد. واقعا جهان به غله نیاز دارد. طلبات به آن در همه کشورها وجود دارد و ما باید این توازن امنیت آذوقه‌واری را در جهان نگه داریم. بنا به پیشبینی‌های سازمان ملل در پی جنگ روسیه با اوکراین در 41 کشور جهان تا 181 میلیون نفر می توانند به بحران غذایی و حتی گرسنگی دچار شوند.